سلام علیکم دوست عزیز، انشالله که شما همتان جور و صحتمند باشین. امروز ما میخواستم به شما طریقه های دیگر نشان بدم که چگونه شما میتونین با بلاگرتان پول دریافت کنین. خب قبل از همه دوست عزیز، قسمی که من همیشه میگم شما لطفا بوده صفحه فیسبوک ما را لایک کنین تا از هر ویدیویی که ما اپلود میکنم شما با خبر شوین. و ضمنا اگر شما به چنل یوتیوب ما سابسکرایب کنین، چنل یوتیوب ما سابسکرایب کنین، هر ویدیو رو که ما اپلود میکنم با اون ایمیل آدرس که شما سابسکرایب کنین یک نوتیفیکیشن براتون میگه که ویدیوی نو دمی یوتیوب اکانت یا یوتیوب چنل لطیف مهربان اپلود شده با شما میتونین تماشا کنین و از اون مستفید شوین تا از هر ویدیو ما شما درست مستفید شوین و با وقت با خبر شوین. خب دوستای عزیز، بلاگر ساخت بلاگر ما به شما قبلا نشان دادیم که شما چگونه میتونین بلاگر جور کنین و از بلاگر مستفید شوین. بلاگر قسمی که ما گفتم البته که در افغانستان آنقدر مردم نمیشناسه و با بلاگر یا با بلاگ یا بلاگ سپات قدر مردم علاقه ندارم. اما در خارج بسیار زیاد از بلاگ مردم استفاده میکنند، بلاگر استفاده میکنند، درست است. خب اگه شما در یوتیوب چیزا سرچ هم نوشته کنین درست مستقیما میبرتان به بلاگ یک نفر، هر نفر که بلاگ کرده، درست است. دمو آدرس بلاگ سپات قسمه که شما ببینید اینجا، درست اینی آدرس خود همون نام همون بلاگر همون نفر باشه، یعنی blogspot.com دیگه پسوندش قسمه که میگن همون قسمه، درست است. خب دوستای عزیز، امروز میگم که شما چطور میتونین با همین بلاگر پول دریافت کنین، درست است. خب همیشه اگه شما دوستای دیده باشید ما با مدارت ما در ویدیوهای قبلی خودم به شما یادداشت کردم که شما نمیتونین با خود وبسایت، یعنی فرض که شما وبسایت جور کنین مستقیما از وبسایت پول دریافت کنین. دیگه قسم وبسایت هست که برای وبسایت های ای کامرس میگه، یا وبسایت هست مثل یوتیوب واره یا فیسبوک واره یا اینستاگرام یا توییتر که از این طریق میتونین درست پول دریافت کنین. اما ای ویدیو باشین وبسایت های خبری یا وبسایت های چی، شما با او چطور میتونین که او اشتهارات از وبسایت ها گرفته باز بعد از اون اشتهار شما میتونین پول دریافت کنین. خب امروز ما با شما نشون میدم که شما چطور میتونین با اشتهار گرفتن از ایدفلای، درست است. ایدفلای به شما من تشریح کردیم این وبسایتی که چقدر شما میتونین که به این لاگین شوین و به این شما پول از طریق اضافه کنین. خب ما امی رفرال کدش یا از همون کد که شما میتونین که شما در این وبسایت لاگین کنین و از این پول دریافت کنین. معمولا در دیسکریپشن همین ویدیو خود میتم معلومات از این ویدیو خود میتم، شما میتونین به او کلیک کنین و مستقیما برایتان اکانت بسازین. بسیار آسان است، فقط در دیسکریپشن ویدیو من رفته سر رفرال کد کلیک کنین بعد براتون میگه که لاگین کنین، فقط لاگین میکنین، مشکل نیست، بعد میتونین اکانت جور کنین، درست است. خب دوستای عزیز، امروز ما به شما نشون میدم که شما چطور میتونین ولی یک وبسایت خود با وبسایت یا بلاگرتان با اشتهارات از ادفلای مانیتایز کنین یا پول دریافت کنین. از چه قسم این میشه، درست است. خب به خاطر اینکه شما دوستای مین اول خود لاگین میکنین، درست است. لاگین رو به شما گفتیم و بازم به شما میگم به خاطر اینکه شما کسی اکانت نداره، در دیسکریپشن از ویدیو من رفته از اونجا لینک کلیک کنین و رفر لینک میتون مستقیما میتونین شما لاگین کنین، درست است. خب به خاطر این بود که شما بلاگرتون مونتاژ کنین در تولز مین، در تولز که مادن فول پیج اسکریپت انتخاب میکنین، درست است. یه که دوستای شما انتخاب کردین بعدش مین یه قرار نمیگیرین، یه قرار نمیگیریم تا لود کنه دوستای عزیز کم وقت میگیره. ببخشید دوستای عزیز کی بود وبسایت انتری اسکریپت، درست است. اول گفتم فول پیج اسکریپت نمیشته باشه، درست است. فقط اینجا باید شما چی میکنین use our website monetization widget از کلیک میکنین. اینجا میان دوست است، اینجا شما متوجه باشین، درست است. اینجا شما میان که شما چه قسم اد میخواین، درست است. ما فرض کنید انتخاب میکنیم که می اول اد میخوایم، درست. اینجا با شما میان اینجا شما https انتخاب میکنین، درست است. اینجا اد فلاش هست، اینجا میاد فلای من این نام شما مربوط داره، درست. هر قسم نام میدین. ولی که باش من میتونم که افغان، درست است. افغان دات blogspot افغان بای، درست. افغان بای دات blog
سپات. درست این نام به شما دادم. یا این نام فکر نکنم که نام بگیره، یک بخاطر که مشخصیت باش میتونم خلاصه خان دات بلاک سپات. درست یا سه شما انتخاب میکنین اردوی شد باشه دیگه دست نمیزنین. حال چی میکنین سایدی فقط این کد شما چی میکنین ایره کاپی میکنین. درست ایره بیا کاپی کردیم، ایره کاپی کردیم سایدی مین دا بلاگتون. درست دمو ستنگ بلاگتون مین تیم کلیک میکنین. تیم که مدین باز edit html کلیک میکنین. ایره کلیک کردین دوست ایره چی را پیدا میکنین؟ ایره شما تگ هیده پیدا میکنین، کنترل F کنین، ایره هیده پیدا میکنین. درست هند سوید پس میکنین پیدا کرد. درست سعی کنین ایره چی میکنین بالای می هید ایره چی میکنین پیست میکنین. صحیح شد اینا سوید این شد پیست میکنین بالای هید پیست شدی. ایره چی میکنین سیف تیم میگین، سیف تیم شد. درست است. حالا چی میکنیم ما میریم ویو بلاک میکنیم. شما سعی کنین حالا ارز نشان میده براتون. ببخشید دوستان که اینجا اینترنت من کم ضعیف هست. خب دوستان با معذرت که اینجا اینترنت من کم ضعیف است، اما این میشه ما در براوزر دیگه چک کنیم. سعی که با نشان میده براتون. فقط هر نفر با وبسایتش که ما در ببخشید بلاگرش ما میمود کلیک میکرد اول برشم ارد نشان میده. حالا تا اینجا نشان میده مالی یک لحظه. بله دوستان شما سعی کنید. خب اینجا دوستان من چی کردم ایره پیست کردم. میبینین شما یعنی اشتهار چیام اد فلای ما درست است. ایره دینای میگن بخاطر بازار بشه براتون نوتیفیکیشن میدم. اینجا سعی کنید دوستان باز شما میتونین باز امی ارز ازی که است. درست امی لحظه سعی کنید ارز میحاله. با معذرت که قبل گفتم کم اینترنت ضعیف است. خب اشتهار دوستای دیگه میاد. ما ایره چی میکنیم اسکیپ ارد میگیم. درست این اشتهار آمد. دوستان دیدین اشتهار ما اسکیپ کردم پس آمدم در وبسایت خود در بلاگر خود. اما قسم دوستان دیگه شما میتونین که از این مستفید شوین و با استفاده از اد فلای پول دریافت کنین. و دوستان عزیز بعد از این من با شما یه چیز دیگرم که من تشریح کنم او است که بدبختانه فعلا همین لینک ادفلای ما نمیتونیم از طریق فیسبوک خود شیر کنیم تا با او مردم کلیک کنن. پس شما میتونین اگه شما گروپ وایبر دارید یا گروپ واتساپ دارید یا در تلگرام گروپ دارین درست است و دو طریق میتونین شما همین لینکتون شیر کنین. و یا هم اگه در اینستاگرام فالوور زیاد دارین یا در تویتر فالوور زیاد دارین در اون میتونین با ثانی شیر کنین لینک ازی را از طریق ازی پول دریافت کنین و میتونین ازش مستفید شون. قسمی که شما میبینید دوستان من زیاد فعال نیستم. 607 کلیک شده دمی چند بایدم و این قدر پول دارفتم تقریبا $0.5 درست است. تقریبا $0.5 هست دیگه. شما میتونید از این مستفید شوین و اکانت بسازین. اگر شما تلگرام یا واتساپ یا در وایبر گروپ قوی دارید میتونین هر بار که شما بخار کنین پست کنین 3000-4000 نفر ما کلیک میکنه روزانه و این هر 1000 ویو در هر 1000 ویو
$1 میته. اگر 1000 ویو از آمریکا باشه میتونین تا 5 الی 6 دلار با این پول دریافت کنین، و اگر از اروپا باشه تا 3 دلار میتونین. اگر افغانستان باشه $1 میتونین دریافت کنین. درست است؟ خب دیگه شما کوشش کنین. و بازم انا گفتن مالی که مثلا لینک رفیلر از رو که کلیک کنین شما مستقیما میتونین باز لاگین کنین. رفیلر لینک براتون من در دیسکریپشن ویدیو خود میمانم، شما با کلیک کنین و برایتان اکاونت بسازین. خب دوست عزیز تشکر، انشالله که چیز مفته باشین. ویدیو من رو سابسکرایب کنین به خاطر ویدیوهای بعدی من شما موضوع مستفید شوین. بر فعلا دوست عزیز وقت خوش، خداحافظ.